تقریبا 2 هفته پیش عروسی پسرعموم بود. منم به خاطر پسرعموم گفتم چیزی کم و کسی نباشه تا جایی که بتونم کاراشون رو انجام بدم. خلاصه ما اون رو تا جایی که میتونستیم دویدیم واسش که کاراش جلو بیفته و عقب نمونه. تو این وسط 70-80 تا موجه من تو 3 ساعت تماس داشتم. یه سرشون ناشناس بودن، یه سرشون آشنا، که آقا ما اینو لازم داریم، اون لازم داریم، اینو بیار، اونو ببر. خلاصه ما واسه همشون تا جایی که میتونستیم رسوندیم و ما هم که چیزی نخورده بودیم، از صبح تا حالا گرسنه، با تو دوندگی زیاد فشارمون افتاد و اومد رو شیش افتادم تو خونه. نه حال داشتم تکون بخورم، نه چیزی بخورم، نه ناله کنم، هیچ. افتادیم و اینا دیگه کسی زنگ نزد که آقا بزن برقصه، تو کجایی، چرا نمیای، چرا نیستی، چی شده؟ نه، هیچکی زنگ نزد. خلاصه ما رفتیم دیگه، دیدم نمیشه، ما رو بنداخت تو ماشین بردن دکتر، سرم وصل کردن. ما تا اذان صبح تو درمونگاه بودیم. خلاصه اینو میخواستم بگم، هرچند فرداشم زنگ نزدن، یه جز 1-2 نفر دیگه. میخواستم اینو بگم، یه سری ها فقط اسمشون رفیقه، تا زمانی که کم و کسی دارن بهت نیاز دارن زنگ میزنن، حالتو میبوزن، حالتو دارن. به محض اینکه کارشون را بیفته دیگه اصلا نمیشناسنت، دیگه اصلا زنگ بهت نمیزنن که حالتو بپرسن. اگر تو این دنیا اگر فقط یه دونه رفیق با معرفت دارین که همه جور هواتون داره، این از دستش ندین. اینا نعمتیه، از دستش بدی دیگه پیدا نمی‌کنی.